واقعا چقدر میتونی بدون خواب زنده بمونی؟ روز اول حافظت مه‌آلود و گیج میشه، زود عصبانی میشی و نوسان خلقی پیدا میکنی. هماهنگی بدنت اونقدر افت میکنه که انگار از نظر قانونی مست هستی. روز دوم بدن کاملا کم میاره، دچار میکروخواب میشی، مغزت به زور برای حدود 10 ثانیه خاموش میشه، حتی وقتی چشمات بازه. روز سوم تمرکزت تقریبا از بین میره، حتی کار ساده‌ای مثل ریختن غلات توی کاسه رو هم خراب میکنی. ضربان قلبت تند و کوبانده میشه و فشار خونت شدیداً بالا میره. روز چهارم سیستم ایمنی تقریباً از کار میفته. یه سرماخوردگی ساده هم میتونه زمینگیرت کنه. لرزش‌های عصبی میگیری و نمیتونی جلوی تکون خوردن دست و بدنت رو بگیری. روز پنجم پارانویای شدید شروع میشه. حس میکنی یکی مدام دنبالت میکنه. هر سایه‌ای خطرناک به نظر میاد و هیچ جا احساس امنیت نمیکنی. روز هفتم توهمای واقعی سراغت میان. چیزایی میبینی که وجود ندارند و صداهایی میشنوی که واقعی نیستن. مغزت کم کم ارتباطش با واقعیت رو از دست میده. روز 11 این تقریباً مرز نهایی توان انسانه. از نظر فیزیکی بیداری، اما مغزت عملاً خاموش و کارایی ذهنیت به صفر میرسه.